از مرگ ما میترسیم. پیشینیان ما مرگ، شهادت در راه حق آرزو و هدف و آرمانشان بود و ما امروز از پشت پرده ها و در پشت پرده ها خود پنهان کردیم. حتی از گفتن سخن حق باک میورزیم. همه درست یا نیست؟ حق نگو که میزننت، حق نگو که حذفت میکنه، حق نگو که کشته میشی، حق نگو. حق برای گفتن است. اگر قرار است کشته شیم، صدها جان ما فدای ای دین. دیگران اصحاب سلف صالح ای جانهای خود را برداشته بودند، محافظه کاری میکردن. جان آمده که آخرین چیزی که در نزد ما و شما هست همی جانهای ماست. صدها جان فدای ای را، صدها جان برای الله فدا، برای دین حق که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است. امروز آنچه ما و شما میبینیم، آنچه میشنویم، علت است که دو چیز ما فراموش کردیم.